دوستان ارجمند سلام و درود. و حالا من در نزدی که اگر نادرست می شود در دامنی در زیر پای مادر عزیزم، استاد عزیزم، راهنمای من که در زندگی و روزگار و فعالیت و کار و تمام بخش های روزگاری من به این کس رشته های رابطه دارد نشستم با معلمه لطفا کنجینا. سبب این نوار از همین عبارت است که شاید به نسل نو، شاید به فرزندان ما یک حکمتی باید برسد از آن که هر کس که بار اول به یک جای بیگانه رفت، خواه به شهر است، خواه کشوری بیگانه است، خواه شهر، خواه یک دهه بیگانه است، دنیای وی، افکاری وی، شناختی وی از همون دهه، از همون شهر، از همون مملکت از آنهای وابسته است که وی با آنها می نشیند، وی با آنها بار اول شناس میشه. و در دوشنبه طالع بلند من است، من از پروردگار از زمین تا آسمان سپاسگزارم که در شهر دوشنبه مرا با معلمه خداوند شناس کرد. می توانستم من دامن یگان خواه و زن است، خواه مرد است، خواه جوان است، خواه پیر است، فرمانده یک دامن کسی رو بدارم که وی از انسانی بو نبرده باشد، از اخلاق و از آداب بو نبرده باشد و مثل یک چاه مرا با آغوشش بکشد و من همینطور به چاه، به سیاهی، به تاریکی شاید غرق می شدم. اما مرا گردش ایام آورد، دستان مرا آورد به دامن معلمه رساند و از سال 2000 آخر 2010 و آغاز سال 2011 دست منو دامن معلمه. و امروز اگر این دستی من شعر نویست، اگر این دستی من یک کاری خیری کرد، اگر این دستی من دستی کسی را گرفت، این دستی من نیست، دستی معلمه است. برای من مردم یک حکمت بسیار عجیب، مسئله عجیب دارن، میگه دستی من نه دستی پیرو، یا دستی من نه دستی استای همین کار گفته این کار سر میکنه. این دستی که شما میبینید زود به قول دستک میزنید اینجا در پشت این اکران صحبت میکنه، این دستای من دستای معلمه است. در قلم، در کاغذ، در کتاب، در شعر، در ژورنالیستیک، در هر کجایی که بودم دستی من نه دستی معلمه لطفا کنجه بسه کار سر کرد. چون که دستای به خاصیت معلمه اولین شعر من چاپ کرد، دستای به خاصیت معلمه برای من اولین حق قلم داد، دستای به خاصیت معلمه بار اول به دست من دستی یار را آورده رسون. کارهایی که دستی معلمه برای این دستی من برای روزگاری من کردن، دستی یک پیر، دستی یک راهنما، دستی یک مربی، دستی یک استاد میکنن. و مولانا به شمس میگوید پیری منو خدای من امروز به معلم میگم که پیری منو خدای من. معلمه گاهو در همون لطافتی باران هم گفتم که هر سال 8 مارد و روز زادروز به مادرم نه تبریک کرده میتونم، نه تحفه درست یافته میتونم، نه دل برداری میکنم. در لحظه وزمینترین من تو رو دوست میدارم که فریاد زده نمیتونم. من برای خودم همیشه کشف کردم که انسان حق در یک انسان دیگر بیشتر و بهتر دوست داره، احترام کنه، همون قدر به زبانش حرف نمیپیوه. من برای همین نوار ساختم که تقریبا در آخر روز زادروزشان به وقوع پیوست خیلی اندیشیدم، خیلی آمادگی دیدم در پیش آینه، در پیش خودم، در پیش رایانه، در پیش اکرانی رایانه ایستاده مشق کردم که من باید چی گویم و خواستم که حداقل 2-3 دقیقه صحبت کنم. فکر میکنم صحبت من طولانی شد و درباره معلم من از این بهتر حرف زده میتوانم، لیکن از این بهتر حرف زده نمیتوانم. ببینید عجیب است، میتوانم، قدرت دارم، لیکن گفته نمیتوانم در حضورشان. البته من در غایبشان در پشت اکران کامپیوتر گوید ساعت ها نوشته میتونم ساعت ها دم بزنم، لیکن در حضورشان حالا همین لحظه ها میبینید که چشم میگریزانم و چشمشان نگاه کرده نمیتونم. سبب
سبب همون است که معلم یک شکر دارد، یک صلابت دارد که آدم پخش می‌کند. چقدر برنده؟ من معلم جان عزیز با زادروزشان، با این روز پیروزشان، با نوروزشان تبریک میکنم. معلم جان عزیز ما در دوشنبه یک چنار هست که چنار اون چنار بزرگ سیاه کرسوده است. صحبت کنید. یک درخت است که من در سایه‌اش می‌نشینم و از میوه‌اش می‌چشم. این درخت بزرگی تناور و ثمرآور نامش لطافت است. سایه‌شان از سر ما کم نبود.